سلام، مهمانی برنامه امروزه ما انتونی وسلوفسکی همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی است و صحبت هم درباره جنجال در فیفا که چند مقامی آن را با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. انتونی، نخست درباره تحولات اخیر راجع به این جنجال در فیفا میگفتی؟ صبح امروز در شهر سیوریخ شویساریا ماموران پلیس در یک مهمانسرای با حشمت 7 مقام فدراسیون بین المللی فوتبال را دستگیر کردند. مقامات فیفا در این شهر برای شرکت در جلسه انتخاب رئیس نو در روز 29 می جمع می شوند و این بازداشت‌ها برای زب بلاتر رئیس این نهاد غیر منتظره بود. دادستان‌های آمریکایی می‌خواهند این 7 نفر برای اعلان اتهامات رشوه‌ستانی و رشوه دادن به ایالات متحده سپرده شوند. با گفته دادستان‌های شویساریا، حجم این رشوه‌ها تا به 100 میلیون دلار می‌رسد. این رشوه‌خواری‌ها گویا در مسابقات فوتبال در ایالات متحده و آمریکای لاتینی در سال‌های 90 هم ربط دارند. همچنین گزارش شد که مسئله میزبانی مسابقه جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه و در سال 2022 در قطر تحقیق می شود و ممکن است تا 10 نفر از مقام‌های فیفا را دستگیر کنند. 4 نفر آنها صبح امروز ضمن عملیات پلیس در سیوریخ بودند. دستگیر شدن مقامات فیفا از جمله 2 مقام بلندپای آن به آبروی این نهاد و هم به آبروی رئیس دیرینه آن سب بلاتر چی تأثیر گذاشته میتواند؟ دو معاون رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال را دستگیر کردند. خود بلاتر بازداشت نشده است، اما سالهای دراز است که او را به فساد متهم می‌کنند و او در این مدت دشمنان بسیاری هم پیدا کرد. عین زمان دوستان بسیار هم دارد. تخمین می شود که فیفا قسمی از پولهایش را در بعضی از کشورها برای خریدن صداقت استفاده می کند، هرچند این گونه ادعاها هیچگاه ثابت نشده‌اند. او از این گونه اتهامات پاک برآمده است و اکنون زب بلاتر می تواند بگوید که ببینید، ما برای از بین بردن فساد چاره می اندیشیم و این فسادکاری تا به سطح بالا نمی رسد. آنهایی که این کارها را کردند جواب می دهند. و سر و صدا و شبهه و گمان زیاد بود که روسیه و قطر 2 میزبان آینده جام جهانی فوتبال در سال 2018 و 2022 با پاره دادن یا رشوه‌خواری آلوده شدن یا به اصطلاح رأی ها را خریدند. اگر این ادعاها ثابت شود چه خواهد شد؟ معلوم نیست که این قضیه ها به میزبانی جام جهانی فوتبال در روسیه و یا قطر تاثیر میکند یا نه. در رابطه با روسیه من فکر نمی کنم که تاثیر داشته باشد، زیرا تا مسابقات 3 سال دیگر مانده است و آنها با ساختن میدان های فوتبال شروع کردند. قطر با اتهامات مشخص رشوه‌دهی روبروست. با وجود آنکه مسابقه جهانی در اینجا دیرتر برگزار می شود، عین زمان آنها را از حق میزبانی محروم نمی کنند، اما ممکن است وضع تغییر کند. دادستان‌های آمریکا گفتند که درباره دلایل‌ها و اتهامات دیرتر معلومات می‌دهند. تونی، روز جمعه انتخابی رئیس فیفا برگزار می شود. در آن سب بلاتر است و هم شاهزاده علی. فکر میکنید که این جنجال رشوه‌خواری در فیفا با انتخاب سب بلاتر تأثیر خواهد گذاشت و شاید انتخاب نشود و شاهزاده علی جای او را بگیرد؟ ممکن است رقابت سخت‌تر شود و شاید بعضی ها با رقیب زب بلاتر رای بدهند، ولی عین زمان باید گفت که زب بلاتر با یک فرد نه چندان شناخته رقابت می‌کند که طرفدار زیادی ندارد. لوئیس فیگو و یک نماینده دیگر از هلند که نامزدیشان با رهبری فیفا را پاس گرفتند می‌توانستند با زب بلاتر رقابت کنند، ولی حالا رقیب او کسی است که در فیفا طرفدار زیاد ندارد و اکثریت فکر می‌کنند که زب بلاتر در مقامش میماند. تشکر همکارم تونی وسلوفسکی درباره جنجال رشوه‌خواری در فدراسیون بین المللی فوتبال صحبت می‌کرد. تشکر تونی.